شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. خبرنگاران در سراسر جهان با سبب نیزاها و حکومت‌های استبدادی نرخ خیلی بلند را پرداخت میکنند و تا رفت شماری روزنامه‌نگاران زندانی یا کشته شده می‌افزاید. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی نوشت که 12 دکبر نشر شد میگوید امسال در سراسر جهان بیش از 50 ژورنالیست کشته شدند. ژانا کاوالیه مسئول برنامه‌های آسیای مرکزی و اروپای شرقی در گزارشگران بدون مرز با سوال‌های رادیو آزادی از پاریژ جواب داد و سوال اولی ما از او این بود که آیا درباره وضع ژورنالیستان حبس شده در تاجیکستان چه خبری دارد؟ در تاجیکستان 8 خبرنگار در زندان می باشد و دریافت معلومات درباره این خبرنگاران که خودسرانه بازداشت شده بودند بسیار مشکل است. ولی ما درباره شرایط بد زندان‌ها در این کشور، اتاق‌های از معیار پور، کمبود دسترسی به آب و دور بودن برخی زندان‌ها از محل زیست خویشاوندانشان خبر داریم. زیاده از این می‌دانیم که عبدالستار پیر محمدزاده در نامش نوشته بود که شکنجه شد. مرافع سردبیر پیک احمد ابراهیم که امسال بازداشت شد پشتی درهای بسته جریان دارد و آنگونه که در مثال دیگر خبرنگاران هم دیدیم بر اساس اتهام‌های ساخته به جوابگری کشیده شده است. حکمت الله سیف‌الله زاده در زندان 74 ساله شد. ما اینچنین از سرنوشت عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، خورشید فوزیلوف، خوشام غلام، ذوقی‌بک سیدامینی بسیار نگران هستیم. چرا به نظر شما حکومت تاجیکستان دعوت‌های جامعه بین‌المللی به آزاد کردن ژورنالیستان را نادیده می‌گیرد؟ حکومت تاجیکستان مثل دیگر رژیم‌های استبدادی دعوت‌های آزاد کردن آنها را همانان نادیده می‌گیرد، ولی فشار بیشتر ضرور است و سازمان گزارشگران بدون مرز پرونده آنها را همیشه رسانه‌ای می‌کند، همانگونه که پرونده 550 ژورنالیست را که در سراسر سیاره برای اجرای وظیفه‌های کسبی خود در حبس قرار دارند. سال 2024 54 ژورنالیست و کارمند مطبوعات کشته شده است. هدف ما این است که این جنایت‌ها بی‌جزا نمانند. ما باید به مردم بار دیگر خاطر رسان شویم که ژورنالیستان برای خبر دادن درباره حادثه‌ها کشته و یا زندانی شدند. بی‌تفاوتی جامعه باعث بی‌عملی حکومت می‌شود. از نظر شما سال 2024 وضع دیگر ژورنالیستان در سراسر جهان چگونه بود؟ سازمان گزارشگران بدون مرز افزایش حمله به ژورنالیستان را بخصوص در منطقه‌های نظام مشاهده می‌کند. نصف ژورنالیستان امسال در میدان جنگ کشته شدند. غزه خطرناکترین نقطه جهان شده است و در 5 سال اخیر اینجا شمار بیشترین ژورنالیستان کشته شدند. حالا 550 ژورنالیست در زندان است و این 7% بیشتر نظر به سال گذشته است. گزارشگران بدون مرز برای دفاع از ژورنالیستان و ژورنالیستیک به تدبیرهای سریع دعوت می‌کند. بینندگان عزیز، پاسخ ژانا کاوالیه مسئول برنامه‌های آسیای مرکزی و اروپای شرقی در گزارشگران بدون مرز را به سوال‌های رادیوی آزادی شنیدید.